سلام دوستان، حالتون چطوره؟ من بهار هستم، دانشجوی رشته اکونومیک اند بیزینس در ایتالیا در استان لاتزیو. خب توی این ویدیو قصد دارم که در مورد اینکه چرا من کشور ایتالیا رو برای مهاجرت تحصیلی انتخاب کردم باهاتون صحبت کنم. من دلایلم لیست کردم اینجا نوشتم. خب اولین دلیلی که من داشتم این بود که ایتالیا خیلی نزدیکتره به ایران نسبت به کشورهای مثل آمریکا، کانادا و خب رفت و آمد من آسون تره. یعنی من هر موقع بخوام میتونم بلیت بگیرم و فاصله اینجا تا ایران حدود 5 ساعته. 5 ساعت بعدش ایران باشم که خب این خیلی برای من مهم بود، چون که نمیخواستم سالهای اول مهاجرتم و که تازه یعنی مستقل شدم و اینا از خانوادم خیلی دور باشم و نتونم ببینمشون. دلیل بعدی من این بود که بلیط هواپیماش واقعا ارزونه. همین که میگن هر موقع اراده کنی میتونی بری بیای، این واقعا در مورد ایتالیا صدق میکنه. یعنی بلیطاشو من اتفاقا چند روز پیش داشتم چک میکردم، از 150 یورو شروع میشه تا 300-400 یورو که خب البته اینم بگم 150 یورو بدون باره، یعنی شما همون 7 الی 10 کیلو باری که تو کابین میتونید ببرید فقط. ولی خب بازم خوبه نسبت به کشورهایی مثل استرالیا و انگلیس که بلیتشون 80 میلیون این حدوداست، واقعا خوبه. حالا من در مورد اینا مطمئن نیستم، صرفا یه چکی کرده بودم قبلا، دیدم که بلیط ها انقدر قیمت خوردن. شاید الان ارزون تر شده باشه، شاید اون موقع که من چک کردم فصل مسافرت بوده، ولی خب در کل ارزون تره. دلیل بعدی من اینه که خانوادم راحت میتونن بیان پیشم، یعنی حالا نه به اونقدر راحتی که میشه گفت، ولی خب ویزای توریستی میتونن بگیرن و بیان اینجا ایتالیا پیش من باشن، 1 ماه بگردیم ایتالیا رو نشون بدم. و خب این خیلی برای من مهم بود که خانوادم بتونن جایی که من زندگی میکنم بیان ببینن، اونا هم لذت ببرن و این یکی از دلایل خیلی مهم من بود برای انتخاب ایتالیا. من یه آب بخورم، ویدیو رو پاس کنم، برمیگردم. خب من اومدم دوباره. دلیل بعدی من شد دلیل چندم، بکنم 4می شد. دلیل 4 من این بود که دانشگاه‌های اینجا سطح علمی بالایی دارن و شما خیلی راحت میتونید ایتالیا رو به عنوان پله اول مهاجرتتون انتخاب کنید، بیاید اینجا تجربه کنید. خب کی بعدش میاد چند سال تو ایتالیا زندگی کنه، اینجا رو فرهنگ و این فضای قشنگ رو تجربه کنه، بعدش هم بره یه کشور دیگه زندگی کنه و واقعا سلیقه‌ایه. ولی اکثر دانشجوها ایتالیا رو به عنوان مقصد اول مهاجرتشون انتخاب میکنن به خاطر شرایطی که داره که من الان همه شرایط توی این ویدیو بهتون میگم. و چون که دانشگاه‌ها سطح علمیشون بالاه، شما بعدش میتونید برید هر کشور دیگه که دلتون میخواد زندگی کنید، یا حتی اگه شما فقط میخواید واسه ماجراجویی بیاید اینجا و تجربه کردن فرهنگ جدید و اینا، حتی میتونید بعدش برگردید ایران. و دانشگاه‌های ایران اکثر، یعنی اگه بخواید برید برای ادامه تحصیل دوباره ایران، که فکر نمی‌کنم کسی این کارو کنه، ولی دانشگاه‌های ایران مدرک اینجا رو قبول دارن و حتی اگر رشته های شما مثل پزشکی و ایناست، ایران حدود 98-99% دانشگاه های اینجا رو قبول داره. و مهمترین دلیل برای انتخاب ایتالیا، جدای تمام اینا که گفتم و دلیل 5 فکر کنم شد، اینه که ایتالیا بورسیه استانی میده بدون توجه به رزومه شما. یعنی چی؟ یعنی اینکه اتحادیه اروپا در واقع به دانشجوهای جهان سومی، اصلا نمیخوام هیچ توهین، بحثم اصلا اینا نیست، به دانشجوهایی که از کشورهایی که مثل کشور ما، مثل هند، مثل پاکستان، مثل نیجریه، این کشورهایی که این مدلی هستن، ایتالیا میاد بورسیه استانی میده. یعنی چی؟ یعنی میاد سالی حدود 7000 یورو بورسیه میده و میگه که تنها شرطش هم اینه که شما هر سال باید تعداد واحدهایی که ازتون میخواد رو پاس کنید، وگرنه بورستون از دست میدین.
و مدارکی هم که میخواد اینه که شما باید سطح مالیتون رو ثابت کنید که اکثرا یعنی حدود 99% ایرانی‌ها شامل این بورس میشن. و خب چی بهتر از این؟ دانشگاه که رایگانه، 7000 تومان بورس داری میگیری، بعد از سال اول نمیدن خوابگاه و اینا رو، لکنت زبون گرفتم. اکثرا سال اول خوابگاه نمیدن دانشگاه ها، ولی خب یه سری هم خوش شانسن به اسمشون در میاد. خوابگاه هم خواهید داشت و به نسبت کشورهای اروپایی دیگه واقعا ارزونتر ایتالیا و یه همچین فرهنگ جالبی هم دارید تجربه میکنید. دیگه چی بهتر از این؟ البته اصلا تصمیمات هر فردی با هر کسی متفاوت ها. شاید اینجا که مثلا به نظر من جای خوبیه و شرایطش خوبه، شاید به نظر یکی دیگه شرایطش خوب نباشه. و دلیل بعدی اینه که اکثر رشته های خفن توی ایتالیا به زبان انگلیسی ارائه میشن و شما هیچ نگرانی نمیخواید داشته باشید. البته اینم یادم رفت بگم، اینم میتونه یکی از دلایل باشه که ایتالیا دانشگاهاش به زبان انگلیسی ارائه میشن. یعنی شما حتی زحمت یادگیری زبان ایتالیایی هم لازم نیست به خودتون بدین. شما یه آیلتس یا تافل یا دولینگو داشته باشید، میتونید بیاد تو دانشگاه‌های ایتالیا درس بخونید به زبان انگلیسی. خب واقعا واو. البته زبان ایتالیایی رو یاد بگیرید، چون واقعا نیاز بهش پیدا میکنید توی روزمره، برای کار کردن، برای مراوده با مردم. و یکی دیگه از دلایل، بازم نشمردم، نمیدونم دلیل چندمه، اینه که هزینه مهاجرت تحصیلی به ایتالیا خیلی ارزون‌تر از کشورهای دیگه مثل آمریکا، کانادا ایناست. و واقعا برای دانشجویی که سطح مالیش اونقدر بالا نیست که بخواد بره جاهای دیگه، واقعا میتونم بگم ایتالیا یه پله خیلی خوبه براش. یعنی شما حالا میانگین بگم بین 300 تا 600-700 میلیون میتونید جمعش کنید. تازه واقعا نیازی نیست که حتی 1 میلیارد هم هزینه کنید. البته اینو بگم به سبک زندگی هر فرد بستگی داره. شاید یکی حتی با 200 میلیون جمعش کنه، یکی هم نه بگه کمه. ولی خب برای اینکه تمکن مالی به سفارت نشون بدین، تا الان که هر سال معادل یورویی 6000 معادل ریالی 6000 یورو رو از ایرانی‌ها میخواستن که امسال شد، یعنی معادلش میشد بین 280 میلیون تا 400 خورده‌ای بچه‌ها میذاشتن و ویزا شدن. البته مبلغای بالاتری هم داشتیم، ولی خب به نظر من اگر شما میخواید امسال برید سفارت و بیایید ایتالیا اقدام کنید، لطفاً همون اندازه 6000 تا رو بذارید. وقتی شما میایید مبالغ بالاتری میذارید، در واقع دارید کار رو برای بقیه خراب میکنید. سطح توقع آفیسرها رو دارید میارید بالا و خب واقعا خوب نیست. همون اندازه که ازتون میخواد رو بذارید و دیگه راحت باشید. نمیدونم چی گفتم. خب یه دلیلی که خیلی مهم بود برای من دوباره اینه که نژاد پرستی ایتالیایی‌ها نسبت به کشورهای دیگه مثل حالا جاهایی که من شنیدم، ولش کنید مثال نمیزنم، کمتره و واقعا این خوبه. البته که من تو این مدت زندگیم زیرپوستی دیدم یه جاهای واقعا نژاد پرستی ریسیست بازی در میارن، ولی خب بازم دمشون گرم که این حجم از مهاجر رو دارن توی کشورشون راه میدن و خب فکر نمی کنم ایرانی ها بتونن کنار بیان با مهاجرا. یعنی ماها خیلی ریسیست تریم نسبت به اینا. و یکی دیگه اینجا شده دلیل 11 حالا من نمیدونم تو ویدیو به ترتیب چون نگفتم، نمیدونم که الان دقیقا دلیل چندمه، ولی اساتید دانشگاه‌های ایتالیا واقعا سطح علمی بالایی دارن و شما خیالتون راحته که واقعا پیش استادای خوبی دارید درس یاد میگیرید. حالا
ولی خب یه کمی لهجه دارن، یه سریاشون واقعا مثلا میان درس میدن لهجه دارن، موقع انگلیسی حرف زدن یک مقدار فهم درس رو برای ما سخت میکنه، ولی خب بازم اوکیه. بعد یه نکته خیلی خوب اینه که بیشتر دانشگاه‌های ایتالیا، فکر کنم همشون هستن، اراسموس دارن. اراسموس چیه؟ یعنی شما یک ترم از دوران تحصیلتون میتونی بری یک کشور دیگه درس بخونی، اونجا رو تجربه کنی و همچنان کنار درس خوندنت بورس تو داری، حقوق هم بگیری از اونجا. حتی تازه یه سری از دانشگاه وقتی میری اراسموس اونجا بهت مدرک اون دانشگاه ها میدن. من زیاد در موردش اطلاع ندارم، اگر جایی رو اشتباه گفتم حالا توی کامنت برام بنویسید. ولی خب این اراسموس هم خیلی خفنه. مثلا من میدونم دانشگاه ما حتی اراسموس با آمریکا هم داره، ولی خب اراسموس آمریکاشو خودم باید هزینه کنم که خب نمیصرفه، ولی آلمان و اسپانیا میشه رفت. البته خب باید واسه اراسموس رفتن یه شرایط خاصی داشته باشید. الان اتفاقا هم خونه های منم اراسموسی هن، ماه دیگه میرن. اونا از اسپانیا آمدن به ایتالیا برای دوره اراسموس و تجربه کردن. بعد یه نکته خوب، اصلا همه نکاتش خوبه واقعا، هر چیزی که در موردش پیش میاد نکته خوبیه. اینه که شما توی اکثر دانشگاه‌های ایتالیا حضور اجباری نیست و اساتید کاملا شما رو درک میکنن. یعنی میری بهش میگه استاد من مجبورم کار کنم، مثلا نیاز دارم به پولش، نمیتونم سر کلاس شرکت کنم. مثلا استاد میاد به شما میگه اوکی، اگه مشکلی داشتی، سوالی داشتی، به من ایمیل بزن بپرس ازم، و اینکه امیدوارم که موفق باشی، میتونی امتحانات رو بیای بدی و امیدوارم که نمرت رو بگیری. یعنی اکثرشون اینطورین. حالا استثناء هم داریم، الان نرید به من بگید که نه فلانه، استثناء هم داریم. یه سری از دانشگاه ها من شنیدم که حضور درشون اجباریه و نمیشه این کارو کرد. میگم فرق داره دانشگاه به دانشگاه، استاد با استاد، ولی خب اکثرا من شنیدم و دیدم تو اطرافیان خودم اینطوریه که حضور اجباری نیست. و اینکه جدای بورسیه استانی، ایتالیا بورسیه های دیگه هم برای دانشجوی سخت کوشش داره. یعنی من خودم بورسیه دانشگاه هم برنده شده بودم، ولی خب یه نکته‌ای که هست اینه که شما اگه بورسیه دانشگاه یا هر بورسیه دیگه رو بگیرید، دیگه نمیتونید بورسیه استانیتون رو بگیرید. یعنی باید انتخاب کنید بین بورسیه دانشگاه و بورسیه استانی کدوم. که خب به نظر من، یعنی من نشستم حساب کتاب کردم دیدم که بورسیه استانی خب مبلغش خیلی بیشتره از بورسیه دانشگاه و خب بورسیه دانشگاه رو نگرفتم. حالا چیزهایی بود که در مورد ایتالیا و خوبی های ایتالیا و اینکه چرا ایتالیا تو ذهن من بود، گفتم به شما هم بگم، در موردش ویدیو بسازم. و اینکه اگر اروری داشتم، توپوقی زدم، ببخشید. من اولین ویدیوم، تجربه‌ای نداشتم در این مورد، صرفا شما رو دوست خودم دونستم که نشستم پیشش دارم در مورد اینکه مثلا چرا من اومدم ایتالیا باهاش حرف میزنم. و حالا یه ویدیو دیگه هم در مورد بدیهاش میسازم. فعلا شما ببینید با خوبیاش میتونید کنار بیایید، اوکی هست با شرایط شما. فکر کنم منم چند بار به جای دوربین هی این ور نگاه هم عوض کردم. خلاصه دیگه ببخشید بابت کم و کاستیا. روز خوبی داشته باشید. میبینمتون به زودی اگر ایتالیا اومدید.